بعضیا میرسن وارد مهمونی شدی، خواهش میکنم رفتی نشستی، بعد از تعامل و ارتباط و روبوسی سری نرو تو گوشی. دیدی هم میشینن دنبال چی میگردی اینجا؟ ممکنه جلب توجه باشه، یا بعضی از مواقع فرار میکنن از تعامل. زمانی که نشستید نزدیک به 4-5 ثانیه تا 10 ثانیه تمام خانه رو برانداز کنید با چشماتون. شروع کنید به تعریف و تمجید کردن. به به چه خونه قشنگی دارید. به صاحب خونه یا افرادی که اونجا هستن ارتباط چشمیتون رو حفظ کنید پرقدرت. خوبید، ممنونم از دعوتتون، خیلی خونه زیبایی دارید، خونه بی نهایت زیباست و من لذت میبرم. این روش ساده آداب و معاشرت شما رو داره نشون میده، قدرتش رو، و تشریفات داری به عمل میاری. محیطی که اومدی ارزشمنده، صاحب خونه هم ارزشمنده، از فضا داری لذت میبری. این آداب معاشرته برای عید که نزدیک لازمه.